سلام از میدون آزادی تفلیس. اینجا اتوبوس ما رو پیاده کرد. از عروسی داریم برمیگردیم تا این ولاگه جدا بریم هتل و چک این بکنیم. حالا بریم که رد بشیم. باحاله، وایب رشته ولی خیلی تمیز و خوشگل. به خدا رشت، تاریکیش، هواش، همه چی رشت. اینجا رو شبیه این که فرست ایمپرشنمون گله خیلی خوشگله، دوست دارم. دیزیز اومدم یه حال دیدم تابلوی ایرانی با منظر فقدم با منظر رستوران ایرانی و این فضا. میوه هاشون خیلی عجیب خوشمزه است، یه سریاش و طعم زیادی داره و عاشق اونا هم خیلی چیزش اسمش سخت بود. یکی گفت طرز تهیه‌اش رو قبلا دیده بودم توی اینترنت و خیلی چیز جالبیه. من دارم فکر میکنم اینجا انگار ایرانه، خیلی عجیبه، خیلی وایب رشت بر من داره و ترکیبش با مثلا چهارراولی اصلی، مثلا میدون فلسطینی اون سمتا مرکز شهر تهران، خیلی جالبه. من بگم چقدر هتلمون خوشگله، حتی نما بیرونش از دور توش اومده شدن. شیرینه؟ شیرین خوشه. شما محلید اینجا؟ آره. لهجه‌تون جالبه. ما تهران. کجای تهران؟ شمرون. من نیاوران. بچه‌ها استایلا رو oh my god unbelievable. ایمپرشنه ورود به هتلمو بخوام بهتون بگم اینه که خیلی خوشبوه و خیلی خوشگله، باورم نمیشه. Thank you. خیلی با مزه است. بچه‌ها بیایید، داریم اینجا چکین رو انجام میدیم. من بیام این رو بهتون نشون بدم چقدر خوشگله. خودم هم ندیدم. Oh my god مگه داریم؟ چقدر خوش. من که لباس راحتی پوشیدم که تو اتوبوس خسته میشم، مگه داریم؟ Oh my god. چه بریم بیرونم بهتون نشون بدم. اینجا بار، چه بوی قهوه خوبی هم میاد. رستورانشه وای چون من باورم نمیشه، خیلی خوشگله همه چی. اون خانومه که داره با اون سگ سلفی میگیره، آخ قلبم داره درد میگیره از این همه زیبایی و دیتیل و آجورا و حتی مسخره نکنید ولی بندکشی آجوراش هم خیلی متفاوته. خیلی توجهمو جلب کرد چجوری این شکلیه. اینقدر همه چیز قشنگه که اصلا باورم نمیشه چطور میتونه این همه زیبایی. شرایط بیرون همه در حال فیلم و عکس. همه داره چمدونن ما رو میبره تو اتاق و بریم ببینیم. یا اینم اتاق فرست ایمپرشن. ایوای چقدر کوچیکه. و حموم دستشوییش و بریم ببینیم. اینجا به جایی راه ندارم، بالکنش راه داره.
دیستنس ویو. چقدر باحاله، چقدر بالکنش بزرگتر از اتاقشه. نه بالکنش خیلی بزرگه. اینجا رو بالونه، توش هم آدم هست. وسط بالون هم سوراخ هست، جالب. به خیلی خوش آمد، خیلی جالبه. اسم یه مشکی برامون گذاشتن. خیلی دیتیلش رو دوست دارم. این چرم و تلویزیون و اتاق و من و همه چی خیلی باحاله. یه دور بریم همون با دیتیل بیشتر ببینیم چیا داره. جالبه. ببینم این چه رایحه اتاق قبلیه که خیلی خوب بود. مهمترین چیز ممکنه برای هر ایرانی اینه که دستشویش آب داره و این واقعا من رو خوشحال کرد. اتاق قبلیمون نداشت. بریم آماده شدم برم غذا بخورم، دارم میرم. آماده شدم برم اتاقم 3002 و اینم من و جلو ما این اصیل اسکاتم اونجا کیه؟ همتر از من را میره. چقدر استفاده درست و بجا کردن از آینه ها واقعا. خیلی قشنگه، همه چیز همه جا. اون خانومه که اونجا لش کرده قشنگ. خیلی دارم حال میکنم با این انتخاب هتلم. جمعی تصمیم گرفتیم که همه اتاقمون رو اینجا بگیریم، ولی واقعا هم خوشگله، خیلی خوشگله، عالیه. سالادی که عاشقشم، سالاد اینجا که با گردو سفارش دادم، سالاد گرجستانی، جورجین سالاد با ناتس. خودی ببین اصلا دوست داری؟ پورک ریبزه. Okay, bring this one. Pork chop. خوردیم و اینم آنیون رینگز. فرایز سفارش دادید شما؟ اگه نه یا نداری. این پورک چاپه. راضیه آقای مشتری؟ راضیه؟ راضی؟ بد نیست. آقا بیایید ما این رو بخوریم. آقا داریم میریم پیاده روی، قهوه‌مون هم گرفتیم، توی خیابون دارن ساز میزنن. بریم نزدیک‌تر شیم ببینیم چیه. اینجا تموم شد، عالیه. اومدیم بیرون، داریم راه میریم. خیابون ولیعصر دیگه، خیابون ولیعصر تهران بدون هیچ تفاوتی. چند یه چیزی بین خیابون ولیعصر و مرکز شهر رو رشت. گرافیتی به اینا میگن گرافیتی. بگو چه بوی خوبی داره میاد الان. بوی دستشویی میاد قشنگ. کشاورز. چی؟ وا بچه نه واقعا بوی ببخشید ادرار میاد. ویدیو
بچه ها ماسیمو دوتی خرید کنن. خریدامون از ماسیمو دوتی و زارا اینا شد. حالا بریم هتل عوض کنیم، بریم ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. بریم غذا بخوریم این رستوران یا چی. ما با تعداد زیادی نشستیم تو ماشین. یعنی 4 نفر عقب 1 نفر جلو. بچه ها این یارو نفهمیده کنم چند نفری نشستیم. پیاده روی شبانه و چقدر اینجا خوشوایبه، ولی هر گوشش میری یکی داره فارسی صحبت میکنه. یهو رفتم الان اینجا قیمت آب میوه پرسیدم، یهو گفت نوشیدنی خوشمزه است. تعجب کردم. این کلابه رو چقدر بامزه است، شبیه قاب صندوقه. هر طرف که نگاه میکنی یک کلاب هست. با نمکه باشیم دارن چونه میزنن. خب Let's talk. No, let's talk to this driver. This driver, okay? We only give the 20 per person. Let's talk with driver. یه دقیقه وایسید اول. wait. اول من سوالم کجا میخوایم بریم؟ 50 لار دیسکاونت گرفتیم شد 25 من که داستان زدم اون کانال. بعد با خود رافائل داریم میریم. چقدر هم دوربینم کثیفه. اینه و ما 7 نفریم. اینا ظرفیتش 12 تاست. از سوار این ماشینا شدیم. البته ما تهشیم و داریم میریم که 45 دقیقه تور داشته باشیم. بچه 45 دقیقه تور میشه یک شب. آره وای خدای من باورم نمیشه چقدر شهر خوشگله. پرستو لیلونه امشو چرا اینقدر همه چی اینجا خوشگله؟ این شهر باور نکردنی زیباست. مسیر زیبا، شهر زیبا، بافت زیبا، استایل آدما زیبا. طرز عجیبی واقعا همه چی قشنگه. همه چی بچه داریم به همه ماشینا دست کنیم. نه خوشگل‌تر شهر. They are all hotels and restaurants? Yeah. وقتی میومد نگرفته دست تکون بدید. صبح بخیر. منم صبحونه بخورم. از این ور دادم. او اینجا ما اینه. های خیلی فضای صبحونش با نمکه. سکشن صبحونش خیلی کامله و جالب‌تر این آیتمی که داره برای کسی که رژیم دارن چیا یوگرتشه که مثلا ماست و دونه چیا سیه خیلی باحاله. این سمت هم انواع سالاد داره که من نمی‌فهمم کی سالاد میخوره صبح، ولی خودم خیلی دلم خواست اینا تستش کنم چون اینقدر سساشون خوشمزه است که فکر کنم خیلی جالب بشه. هیچ کدومو دلم نمیخواد بخورم دیگه به غیر از بیکند. اسکرامبلش هم زیاد جالب به نظر نمیاد. نون صبحونش جمع و جوره تقریبا. کرواسان داره.
سالاد لوبیایی که گفتم واقعا خوشمزه است. یکی از خوشمزه ترین سالادایی که خوردم. و اگر اومدید تفلیس حتما بیکناشون امتحان کنید. خیلی خوشمزه است. لذیذترین بیکنایی که واقعا خوردم توی گوشت و پروتئین خیلی خوب. بریم باشگاهش هم ببینیم چقدرم تاریک بزنیم. کلید داره اینجا. اوه خوشگله. ورزش کنیم. زدم سفر میشه ورزش کنیم. من صبح میرم میکنم. تا الان نشد که رفته بودم دویده بودم. من از اینجا به بعد نمیدونم. اینم اسپرسو ماشینایی توی اتاق اونجا گذاشته بودن. برق نداشت. گذاشتمش اینجا. چیزی که تنها دیگه همینه. دوباره اسنپشون رو گرفتیم. خب بچه‌ها ستایی بشینیم عقب دیگه. دومین روز تفلیس و هوای قشنگ و شهر بسیار تمیز و بچه‌ها بربری هم بریم حتما. بربری و نه مجسمه آزادیشون. میدونی یادش میفتم مجسمه هور تهران. شاید هم همونه. نه هور آره پارلمان هم اون بر بود دیگه. بریم تو خرید. با این اوردرمون ثبت کردیم. دوست عزیزمون رو زحمت کشید با کارتش پرداخت کرد و اوردرمونم الان میریم بگیریم. ما از این آپشن رو نداریم. این شکل اوردر دادنش با این دستگاه ها یه صفحه طولانی با این نیست. ما غذامون رو خوردیم تو این پاساژ خرید کردیم. میخوایم تا یه فروشگاه دیگه بریم. برای این کتاب فروشی ها رو دیدم خیلی جالبن. اینا کتابای خارجی میکنن. امیر حسین بگو. بله از این دوربینای چاقویه و چاقو عکس میگیرن. از سوق داره میترکه چون عکسش چاپ شد. بده من ببینیم عکسش رو ببینیم. آمده کتاب فروشی که البته من حتی خوردم ولی تو اینجا درست میکنن. خوشمزه ترین آنسایی که خوردم. ای به ما از پاستا خیلی بهتر. من توی فروشگاهی خیلی باله. هر محصولی که دارم مرتبط با ریش و موه برای آقایون خیلی جالب بود. از این محصول خیلی خوشم اومد. عطر ریش اینجوری بتونم بهتون بگم. عطر ریش یه دونه این محصول بود، یه دونه هم اینو داد تست کردم. موئستورایزر ریش آرگان به شدت خفن بود و چیزی هم که گرفتم یه دونه از ایناست. من اینو ریویوشو توی اینترنت دیده بودم خیلی خفن بود و
کلا همه چیزشون مرتبط با همین ریشه و چقدر هم کیفیتش عالی، اصلا باورم نمیشه چیزی زدم روی ریشه‌ام که اصلا نرم. الان من ریشه‌مو بهتون نشون بدم، فکر کنم باید متوجه شید، نمیدونم چیزی متوجه میشید، ولی نرم. تیله‌ای که اینجا دیدم تیغ دوو که اینو خیلی ها استفاده میکنن و خیلی جالبه. اوه مای گاد، اینجا داره برای من یه دونه روغن رو بسته بندی میکنه و روش اصلا باورم نمیشه چقدر با نمک و چقدر لوکس. خیلی هم پروداکت عجیب غریب گرونی هم نیست، ولی یعنی چرا محصولاتش گرونه ها. مثلا این میفته فکر کنم ضرب 22 بکنید دیگه، 55 ضرب در 22 تقریبا گرونه نسبت به حجمش. یا مثلا این که واقعا انقدر 1,200,000 مثلا فکر کنم میشه، ولی جالبه. این تیغرم که دیدم خیلی هیجان انگیز بود، تقریبا میافته 6 تومن. Thank you. Very gorgeous packaging by the way. Thank you very much. Have a great day. Bye. بعد از کلی خرید داریم برمیانیم فقط وسیله ها رو بزنیم. سلام از روز آخر. جلو سنسور صدای صبحمو که خودم میمیرم براش، دست خودم نیست ما اینجوری میشه. بریم دیگه، بریم امروز. نه روز آخرمون میشه فردا، ولی روز آخری که واقعا مثلا تو شهر فرد چون ساعت 11 پروازمونه زود میریم. برای خوردیم اومدیم اینجا که بگیریم بریم از این تلکابینا سوار شیم. تلکابین نفری 2.5 لاره برای هر مسیر رفت و برگشت بگید، نفری 5 لاره. و بعد اومدیم بالا رفتیم تا اون مجسمه مادر و برگشتیم. چیز خاصی نداره، فقط این مسیر خیلی قشنگه. بعد من خیلی زیاد علاقه به این دوربین ندارم، ولی چون منتظرم دوستام هم گردششون تموم بشه و من حوصله‌ام سر رفته بود گفتم اینو نظرم بزنم. یه لاره برای اینجا زده باشه 1-2 دقیقه. ما که نمیتونم نشونش بدم ولی میتونم خودم ببینم. چقدر مزخرفه، چی هم نمیشه دید. نه داشت میرفتی کامون بر بود، داشت باید پسر میرن چی میگفت بعد لباسش این شکلی دروغ میگفت. این سردم ازش یادم من لاست خدا چون دیکلا پریشبی هست. برمیگردیم مسیر برگشت واقعا ترسناکتر از رفته چرا احساس میکنم، خیلی زیرمون خالی تر رفته. بچه تکونش بدیم، رقص نشونش بدیم، بچه برقصیم براشون. عبادت مگه نیست رقص؟ هندی هن کنارمون بعد میام برقصیم براشون. ادویه میدونم ولی جدی بو ادویه بو قیمه نساخ مده شیخ ابوظبیه لار دادم. یه دونه از اینا هم 10 لار میشه 220 تومن. این یکی خوشگل‌تر بود. و anyway چون که
یه بسته از اینا 400 تومنه تو تهران. حالا $10 که چیزی نیست، ولی خب خیلی به نظرم خوشمزه است میوه هاشون واقعا. پایپرشون توی تفلیس مال و خیلی جذابه. انواع گوشتشون، بیکنشون، همه چیشون هست و واقعا گوشتاشون خوشمزه است. واقعا خوشمزه است. چقدر قیمتاش خوبه. قیمت پنیر مورد علاقه من. نمیدونم پنیرایی که صبحونه میخورم کدوم هست. اومدیم مرکز خرید تفلیس. یه چیز جالبی که راجع به اینجا بخوام بگم بهتون اینه که خب همه برنده هستن، خیلی هم بزرگه. منتها اصلا پاساژ خوشگل و خوش وایبی نیست. شبیه به پالادیوم ها، ولی مثلا بدنور، متریال مثلا کف همخونی نداره با هیچی. یه وایب لوکس بودن ازش نمیگیری. حالا پاساژهای ایران برعکس اینجا هیچ برند خوبی توش نیست، ولی یه وایب لوکس بودنی ازش میگیری. تقریبا 4 ساعت خرید بودیم، خرید کردیم زیاد. حالا اینجا داره تاکسی کرایه میدیم، همونطور سکه همونو بدیم که برای برگشت سکه نداشته باشیم. سکه رو نشون بده، دستو باز کن. میتونی بذار سر سفره هم بده ببینیم قبول میکنه یا فوش میده. نه الان ندیا، بذار رسیدیم. خب نه بده از الان بشماره تا برسیم درست باشه. هم از خینکالی آره بریم غذا بخوریم که پیش غذاش we're gonna order the tropical one of this. It's this one, right? Another type of this actually. It's خود order دادن این زبون هم بود، ولی الان میخوایم خینکالی رو بباره. مثلا این مدل توش گوشت و پورک داره، یعنی گوشت خوک و گوشت معمولی. به ولی میدونین حتی بوش خیلی خوبه. اینو با دست میخورن. من ولی بالاش هم نمیخورم. ولی من اینو خوردم دیشب. این اینجوری خورد. این اومده میگه تو غذای ما رو کشتی. It's our fault because when we have to eat it like this. Exactly. Like that's right. And from the top, turn around. At first you need to bite. Drink the juice. Drink the juice. Okay. What is that? It's filetto. It's mine. Mashed potato. اینم غذای منه. تو برید همون چیزی که داره میگه. So yeah, and you drink the juice. میخوایم طریقه خوردن خینکالی رو بهتون آموزش بدیم. So I grab it from top. Exactly. Turn around. Turn around. Bite. Now drink the juice. And now you can eat. And this is not edible, right? I think it's... Or I have to eat the top of it? If you like so, you can eat because it's the most delicious part for me. And The top here? Yeah. It's most delicious type for you, for everyone. Not for everyone. But people are eating this because of when you are eating khingAli and you are living this part, everybody can count how much khingali you ate. And I'm eating the wheat. And it's super delicious. Actually, I think I really like this part. I don't know what. Yeah. So, may I ask what is the most traditional dish of Georgia? Like first one is khingali. KhingAli. Yeah. Then it's like this khachapuri also. Khachapuri. I've tried that one. And that's have a lot of type and different types of flavors, right? This one is like acharu. We have from different regions, different types. Is that one have egg yolk top on it? It's acharu. Yeah. So this one is different as well. We have. Is that just for breakfast or No, you can eat when you want? Yeah, exactly. It's good with salads. It's with the tea or coffee. Trust me. Tomorrow is our flight coming back, unfortunately, and I haven't tried khachapuri yet. Khachapuri? Khachapuri. Khachapuri. Like small babies are saying small babies like 2 or 3 years old are speaking like it was so cute. Thank you. چقدر نایسه یارو. فردا پرواز دارم. این شب آخری هتل قبلی اتاق نداشت، ولی این یکی رو داشته باش. چیه؟ اصلا مگه داریم؟ همون most probably تویلت باید باشه. بله. و اینجا رو که آینه است. من آینه‌ش یه جور آینه نیست در واقع. و مثلا وایت نزن. تخت 2 نفره. وان چقدر تاریکه نمیدونم. بالکن
چقدر سکسیه این اتاق. او مای گاد. بالکن شاید ریزه ولی باورم نمیشه چقدر وسیله دارم من چقدر وسیله دارم و خود من. چیزی که اصلا یادم میره که براتون ویدیو بگیرم وعده هایی که دارم میخورم معمولا پروتئینی هستن، بعد انقدر به حجم از گرسنگی میرسم که تا میرسه فقط میخورم، یا مثلا استوری میگیرم ولاگ یادم میره، یا ولاگ دارم میگیرم استوری گرفتن یادم میره. خلاصه که الان از ویدیوی آخر که فکر کنم اتاق بود دارم الان کوبیدم سری دارم میرم تا مرکز خرید و بسته نشدن 9:30 بسته میشن، یا چون یه دونه کفش دیده بودم حتما میخواستم بگیرمش ولی قبلش برام اکسچنج پولمو دلار یعنی دارم، بعد اینجا دلار اصلا قبول نمیکنم، بدم لار بگیرم تبدیل به لار کنم و برم کفش رو بخرم که خیلی دوستش دارم. اینجا کازینوه، ما اومدیم رفتیم کازینو ولی خب متاسفانه توی کازینو نمیشه فیلم و عکس گرفت اصلا و خیلی بده چون خیلی خوشگله کازینوهاش. واسه سوار ماشینم اولیشه که فرمایش سمت راست عادت نداشتم گفتم راننده چرا این بره. کرایه خیلی خوبه ارزونه، الان مثلا یه مسیر یک ربع راه ولی خب چون ترافیک نیست خیلی سریع میرسیم، منتها مسیرش مسافتش طولانی 5.6 لار. کاش قیمت ها رو میگفتم مثلا از اول یادم رفت ولی سعی میکنم تو ادیت ویدیو بنویسم. Sir, here you are. Sir, Mister, here you are. Thank you. بعد اینکه خیلی باحاله. شهر رو بهتون نشون بدم. خوشگله. واقعا شهر قشنگیه. ما داریم برمیگردیم. این صندوقش یه دونه داره. اوکی. کثافت. Okay. It's locked. Door locked. شما بشین اونور. میخوای بزنیم یه دونه صندلی جلو جفت شب پر ستاره چشمک بزن دوباره بیای با هم برقص. نمیدونم چرا دارم اینو میخونم ولی با چمدونامون محکم جا شدیم ولی داریم میریم فرودگاه. نه بابا ولاگ خب ولاگش نمیتونم هاگت کنم کادلت کنم. نه وای اسلام اینجا نیست، اینجا مسیحیه. اینجا خارجه. اینجا ما از خارجه من که امام رسیدیم که داریم برمیگردیم و اونجا یکی داره استوریای منو میبینه. فکر کنم بچه این روسیه. آقا و اینم از این سفر داریم برمیگردیم. باز شده دیرمون شده داریم میدویم. بدو خداحافظی میکنی با یوتیوب هم؟ نه این گرجستان. چرا؟ نه دروغ میگم بیاید خیلی هم خوشگله. جوش هم کل سفر همراه هم بود. اگه اکرام وقت خدا همه عزیزانی که همراهی کردن مرسی از جوشی که همراهی کردن. خدا نگهدارتون.